خب سوال دیگر، بابا جان یک گناه چی قدر است و یک ثواب چی قدر است؟ حقیقتا یک گناه چی قدر است و یک ثواب چی قدر است؟ یعنی ما آیات قرآن داریم که خداوند روز قیامت گناه های ما را و ثواب های ما را در ترازوی اعمال وزن میکنه. یعنی هر گناهی که ما کردیم یا هر ثوابی ما کردیم او را خداوند به جسم تبدیل میتد، او را به جسم تبدیل میتید و جسم در بالای ترازو میماند. شما بینین، یعنی گناه های ما را در یک پله ترازو میماند، خود ما را همراه ثواب هامان در پله ترازوی دیگر میماند. اگر در اینجا هر کدامش که اگر وزنین آمد، یعنی اگر ثواب وزنین آمد، خوش به حالش که انشاءالله وای الکی بگیم حجت داخل شدن جنت هم میگیره. لیکن اگر عکسش آمد، اینجا در الکی عذاب او را انتظاره. یعنی گناه ها و ثواب ها وزن میشوند و اونها رو میگه به جسم تبدیل میشوند. طور اگر به جسم تبدیل نتید، او را چخیل وزن میکند؟ لیکن وزن های او را الله مهربان خودش میداند. خدای مهربان وزن او را خودش میداند. سوال دیگر، استاد حاجت خانه هایی که در درون حمام ها هستند، در وقت طهارت بسم الله گوییم گناهگار میشویم؟ اگر همین حاجت خانه هایی باشد که با آب باشند، یعنی میبینید در اونجا بغیر همون حاجت خانه هیچی نیست، مقصد سر وقتی که گپ در سر من کردنی گفتن کلمه بسم الله می رود که اونا حاجت خانه هایی که در دهات ما و شما، در محله ها ما و شما که کانالیزاسیا نبود، حاجت خانه بود که مقصد در یک جامعه ایستاد، انا گپ در سر او حاجت خانه می رود. این حاجت خانه هایی که امروزن ایو را حاجت خانه هم گفته نمی شود، زیرا که در داخل اینها هیچ چیزی نیست، همون یک اونیتازه ببینیم با درونش دایم پری آبه. برای همین در داخل اینها وقتی که ما اگر به شرط طهارت هم که کردیم، خیلی اگر احتیاط کنیم که برای نامش حاجت خانه نگیم میلش، لیکن اگر گفتم یعنی یگان زیان در این نیست، یگان زیان در این نیست. برادر است سوال دیگر، شخصی که زکات مالش را در سالهای پیش نداده باشد در گردنش قرض می شود؟ یعنی کسی اگر مقصد یک 5 سال روی هم این مردک صاحب نصاب بود، یعنی امروز $2000 کسی داشته باشد و صاحب نصاب میگن، یعنی و مالش به زکات رسیده است. اگرچه خانه نداره، اگرچه زن نداره، ببینین، اگرچه ماشین نداره، لیکن $2000 در پشتش داره، همین آدم صاحب نصاب میگن. همین آدم باید 2.5 فایز همین را هر سال باید زکات بده، یعنی $50 شد. همین خیلی 5 سال است که همین آدم نداده است، همین 5 ساله در گردنش فرض باقی میمونه. باید 5 سال پس هم که اگر یکی مبادایی که مقصد تا چند ایمانش قوی شدن گرفته با ترسش زیاد شد و یا مقصد همین مسئله را گوش میکنه و میگه آخی من 10 سال چیز زکات ندادم، همون در گردنش قرض میرود. تا اگر همونا را ادا نکند، ای گردنش مقصد این هیچگاه ساقط نمیشود. ای را با توبه کردن و با زاره کردن الله نمیبخشد تا اگر همون حق ادا نکنی.